میگن نام من عزیزالله هست. آیا این مقصد ممکن است؟ یا البته عزیز در مردم تاجیک ما هر یک چیزی را که برای ما محبوب باشه ما او را عزیز میگیم. بینین برای همین عزیز الله گفتگی یعنی مقصد یک چیزی که در پیش خداوند محترم قدر داره. بسیار نام خوبه. عبدالعزیز هم نام خوبه، عزیزالله هم نام خوبه. حاجی بابا آیا از نگاه دین در یک درخت میوه دهنده دو سه نمود میوه را میپیوندند جایز است یا نه؟ هیچی باقی نداره. مثال در یک درخت دو تا سه تا نموده پیوند کردگی. این پیوند کردن یگان جای گناهش نیست. درسته؟ خب بابا جون شرک چی معنی دارد؟ شرک برادرای عزیز یعنی معناش بگیم این خیلی موضوع وسیع بده. این شرک ها با تقسیم میشوند، با دو تقسیم میشود. شرک اکبر است، شرک اصغر است. یعنی شریک گردانیدن در عبادت. یک امی عادیش شما فهمید که از همه گناه وزین ترینی که پیش الله به شمار میراد این شرک است. یعنی خداوند اگر توبه نکنین با همون شرک تان اگر دنیا گذارین الله شما را نمی بخشد. برای همین این شرک در عبادت به معنای هست که من روزه میگیرم به خاطر آنی که گویان روزه داره. من زکات میتم به خاطر آنی که گویان که همین مردک زکات داد. یعنی در همین عبادت خب نگاه مردم پیش نظر میارم یا مردم مرا وصف کنن، مردم مرا مثال همیشه تعریف کنن، انا یا شرک میگن. یا حج میرم نه به خاطر آنه که پاداشش جنت است تا که من حاجی بگن. یا دیگر هر یک مثال بود. دیگر شرکایی که ما داریم دیدیم که نزد درها موندن نعلهای اسب میمونن. میگن که همین اگر در اگر مقصد کشال کنی یعنی تمام بلا را میگردونن. یا خارها را میارن میمونن. یعنی اینا همه شرکی با الله هستند. ما وقتی که هر یک نیکی و بدی را از خدا ندیدیم میشود شرک. خب بابای حاجی من یک خواهر اسلامی شما مدت 3 سال میشود فرزنددار نمیشوم. یگانه آرزویم دعای نیکی شما است. خواهش میکنم در حقم دعا کنید. خدای مهربان این خواهری را که از ما دعای فرزند کردن الله مهربان با فضل کرامت که این دادن این نعمت گرفتن این نعمت همه در ید قدرت تو است. الله مهربان در قرآن میگه انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اگر الله مهربان خواهد که برای شما چیزی را دهد با 2 حرف کن فیکون بشو میشود. الله مهربان این مردمی که طلب فرزند دارند به فرزندند امروز تا جای آمدن که اینها حتی دیگر عقلهاشون خوردن، حتی دیگر گویم قدرت‌های تو را فراموش کردن. خدای مهربان برای اینها فرزندای سالم، برای اینها فرزندای صالح نصیب بگردان. آمین یا رب العالمین. استاد عزیز در بعضی حدیث آمده است که دوزخ ابدی هست، ولی در دیگر حدیث آمده است که آخران آدم دوزخ بعد از چندین سال از دوزخ برآورده می شود. خب این را می فهماندید استاد عزیز یعنی دوزخ ابدی است یا نه؟ برادران عزیز و گرامی الحال اعتقاد اهل سنت بر همین است که جنت و دوزخ الحال ارزی وجود دارد، اینا حاضر هستند. ولی این حدیثی که بعضی شما گفتین که و دوزخ و جنت ابدی است، اینها فنا نمی شوند، اینا از بین نمی روند. عقیده اهل سنت بر همینه. ببینین یعنی حاضر ارزی وجود دارند و ابدی باقی بمانند. اون نفری را که شما گفتین
آخران نفری که از دوزخ بیرون می شود، اون مراد آخران نفر مسلمان است. یعنی آخران نفری که از مسلمان ها که در دنیا گناهگار بود، معصیت کرد و رفت عذاب و اذیت کردگی هاش کشید و یک با نقطه نظری بگیم دین مان اسلام همین است که به خاطر آنه که او الله را می شناخت، پیامبر را می شناخت، کتاب خدا را می دانست، با این خاطر او ابدی در دوزخ نمی ماند. او یک روز نه یک روز بعد ای دوزخ براید. یعنی آخران نفر مسلمانی که ای دوزخ می براید. اونجا در حدیث آمد که وقتی که می آید میگه الله مهربان چند برابر همین دنیا برای او جای و شرایط میدهد، حالا که او فکر میکرد که دیگر در جنت برای او جای نمانده است. لیکن اون مقصد آخران مسلمان است. او آدمایی که مثال در دنیا بگیم آدمای بی توفیق و بی دین و بی دیانت و آدمانی که به خدا و به اینها باوری نداشتن، اونها در دوزخ ابدی هستند. چون که دوزخ ابدی میمونه، همون نفرها هم ابدی در درون شن.